از اتریش دوایی بلدش رایدم البته بید لباس نمیشه نه اینی را خوش کده همراه یک 3 متر کنگار دوستای روح الله جان از ما خرید که دفعه این دامنه رو بخشه کجای روح الله جان استرالیا یعنی هم کاستا قدی چادر شه پیروش حلوار مکمل گرفته ایر دیگه ایشی ایش ده اتریش اینیش هم کاستا ده چیه ها اتریش ده اتریش دیگه اینیش هم کاستا چیه ها کلنگار ده اتریش میشه دیگه خب یعنی 20290 افغانی دیگه دو جوره شال شیشه ایه نه یک جوره دخترانه دو جوره متر خلاصه تا آخر دیگه جمله شمی قدش دقت خیاطی خلبته بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، امید که خوشحال باشید دوستان عزیز. درستم که کار بار کنیم بخیره. آرزوی موفقیت برای کلتان دارم دوستان عزیز. یکی از خوارهای ما از کشور جرمنی دیگه یک 14 دانه لباس همراه یک 2 دانه چادر یک 2 دانه ازار دیگه یک ژاکت خواسته برم امروز واره خرید کنم بیرم. البته یک روز دیگه رفتم وارد خیاطی دیدم، یعنی امروز فقط برم پولش حساب کنم بیرم خانه آبی مزیا یک فسیل کنه که چی رقم کوک کده و چی رقم خلاصه لباس های دیگه. تا پایین برنامه همراه با ما باشید. ما امروز طرف غجور دیگه طرف غجور رشتم بله پولی سید آمدم دیگه مرز کمرک و سید آمد دیگه. دوستای عزیز شما کدام لباس میباس سفارشات داشتیم مدخل دیگه. ما میال طرف غجور رشتم ساعتم کی 8:25 دقیقه دیگه. بینندای عزیز خیلی عشق که طرف غجور موری از مسیر را کمک ویدیو بگیر چون خیلی بیننده ها ما رو بلد نیه پس مره شما که آمادین یعنی چکسته آخر کمرک میشه منطقه چهارشنبه، یعنی هیچ کس اول سید آمد میشه. این پول مربوطی سید آمد پولی سلام دیگه. مو در خدمت هستی کدوم شما اگر سفارشاتی داشتین یا نظری یا کدوم چیزی اگر مو در خدمت هستی دوستای عزیز. من میال طرف غجور رشتم وش میدونی که چرکی زیدم به خاطر که باد موتور پدگه دیگه. مام دیگه آقایم بخلاصه پول رایی داده اگه لباسا رو گرفته میرم دیگه. این اینجا هم که وطن اینی فصلوه دوستای عزیز دیگه همه جای سرسبزه دیگه. صحت ما برم طرف غجور انشالله بتونم ویدیوهای بیشتری از را بلده شما بگیرم و در یوتیوب بانم. باز ما به دوستای عزیز منتظر باشید تا آخر را که ما از منچی را بلده شما ویدیو میگیرم دیگه. صحت و سلامت باشید، وقتشم خوش عزیز. ما دیگه طرف غجور رایشتم نه دوستای عزیز اینیم رای غجور دیگه منطقه سید آمد. دوستان عزیز ماش مگمادین شاید فصل تابستان اینجا میشه، زمستان استرالیا اونجا میشه. از هر کجا که آمدین مو در خدمت شماره خانه که است 076 70 216 دیگه. نمبر تماس خانه اینجا رو میتونین طرف خانه زنباین اینجا قسم منطقه سید احمد از اینجا کم را کسان کنین همگی نشان عزیز دیگه. سلام مجدد. ما قسم که ویدیو تماشا کردین دیگه. طرف غجور رایش دادم اونجا سید احمد بود این حالا من منطقه الیسیه درستم دیگه. یعنی من دم راست کردم خیلی زلش دادم دیگه. ساعتم که 8:59 دقیقه دیگه. ما شاید انشالله 20 دقیقه بعد دیگه غجور برسم دیگه. اینجا مطل که دادم یک دم راستی کردم خلاصه اگه ما خوردم دیگه. اینالی بازم دوباره حرکت نمیم طرف غجور. صحت سلامت باشید دوستای عزیز. دوستای عزیز اینجا که پول قرقال خو باز آب اینجا خیلی زیاده به اصطلاح از ما اینجا که میگه دریا دیگه. این کپاس دوستای عزیز اونجا مگدن لاره سرک رکانه خدا خیر بیدیه دیگه. این کپاس دوستای عزیز این منطقه پول قرقال نام داره دیگه. از اینجا تا خانه از مورا 1 ساعت را دور است دیگه. 1 ساعت. خب دوستای عزیز دیگه منتظر باشین که ما غجور برسیم. بعد دکان مهدی حیدری برو ویدیو گرفته دیگه انشالله ویدیو گرفته بیله باز دیگه در خدمت همه دوستا هستم. ما دیگه کدام سفارشاتی داشته چه لحاظ طلا نقره لباس همه چیزا
باز این کاستا باید یک چیزی که سالمونی باید همراهش هم لباس باشه دیگه به لباس رسان نمیشه دیگه باید یک کیلو دوایی کاستا باید همراهش 2 جور لباس باشد یا 1 جور لباس باشد اینا هر بنینای خواسته میگه ما اینا همراه کلگی گفتم دوا یونانی که باشد باید همراهش 100% لباس باشد به لباس از گمرکی کابل یا دبی نمیله کرده دیگه ما در استرالیا انگلیس در جرمنی در اتریش سال بودم به لباس دیگه همراه لباس البته راسته به لباس که پسند میگم که به لباس نمیره ما همیشه در جور سالم در ظرفی 12 الی 13 روز میرسه دیگه امروز که بارگری بیشتر شد دیگه بازم منتظر باشیم دوستان عزیز که ما طرف حضور برم ان شاء الله بلدش عزیز ما هستم این واسکادر یک نوعی از اتریش دوایی بلدش رایدم البته به لباس نمیشه نه اینی را خوش کده همراه یک 3 متر کلنگار دیگه یعنی دامندارش متری چند میدی؟ سلام دوستای عزیز در هر جای دنیا باشین جارو صحتمند باشین خوش آمدید میگیم شما را در این جای راه الله جان ایره میشه شما 120 سادان دیگه باز ما مراد راه الله کردن دیگه جور باش سلامت باشین کسا گلنگار رنگش خیلی این رنگ لاجوردی میشه هم رنگ در گفته از مصور میشه دیگه دامندار شه دیگه رنگا هم داره دیگه رنگای مختلفه دیگه دوستا عزیز دکان مهدی جان هر چیز که بگی است از لحاظ لباس دیگه مهدی اینمیش چی که خو بمراد حساب کو اینی را پاکت قد از دو چیز گلنگار ما ایشان میال رایگنم دیگه دو دامنه بلگی از چی رنگش داره رنگی گفته ترا باش تاریک باشد تاریک و ترا باش ما وقت او دوایش در استرالیا راینم دیگه اینش در اتریش راینم دستا عزیز چند دفعه اینجا شالای ماشینیم ریگدم یا دستگاه؟ باشه او رو برویش کسا دستگاه که اینی بغل کامپیوتریه ما مامور میگم دیگه خب جل نه اما دستگاهش تنادن بخین میخنده خب از این چه خبر بریم راه از این تو چی کویش را برای فیلم منجی نک ماکساش رایی کنم خب سعی خود تو اول اون دیگه شو پاکش کو حاجی خب من پاکت یک دونه دیگه تو دوستای راه الله جان از ما خرید که دفعه این دامنه رو بخشه کجای راه الله جان استرالیایی استرالیا هم کاست قدی چادر شه پیرو شلوار مکمل گرفته ایر دیگه ایشی در اتریش اینیش هم کاست در چیه ها اتریش در اتریش دیگه اینیش هم کاست چیه ها گلنگار در اتریش میشه دیگه خب درسته دوستان ما لباسا خریدم دیگه اینیش کاست در استرالیا مرا راف چپکیده قد راف منده رافه دیگه همراه لباس دامنه بلگی گفته رنگی سبز رسینا دیگه همراه لاچه هم هسته دیگه این لاچه اینیم پاچی دیگه اینیش کسته در اتریش مره دیگه اینیش راف چپکیده اینیش کنده بغله و اینیش هم رافی نرم کده ایش هم چکریه دیگه اینیم کسته یک نوستر جاغبی گفته همراه 3 متر گلنگار دیگه نیار ما برون در خاطر تاول بتونم که انشالله که 12-13 روز بعد یاد گرد کلا نیش در اروپا میفتمش در استرالیا دوستای عزیز دکان بارمدم دیگه خوشم در الله جان خوش باشی امی لباس ها آماده شده اینا فاکتور نیاردیم خب مهدی جان شروع که دیگه امزی اکثر خوبه چشم اسم روح الله روح الله یک شال شیشه منزله زنانه تعداد 2 جوره 2 شال دخترانه 1 جوره 3 شال خامک زنانه 2 جوره هم 4 شال زهرا الهام 1 جوره 5 یعنی 20,290 افغانی دیگه 2 جوره شال شیشه نه 1 جوره دخترانه 2 جوره متر خلاصه تا آخر دیگه جمله شمی قدش دقت خیاطی خلبته دیگه میدی منینجی سبتا پاکرنه
همیار پاکش کنین خب سه خو خوبه چشم راه لاجان کمرگ مرم ویدیو گرفته و بعد رو شنبه یا یک شنبه دوباره میرم اون یک دنش یک نیم ساعت بعد دیگه آماده میشم وش فاکتور رسیده آره در کل چند جور میشه در کل بخشایت بگیم که 4 جوره فعلا دخیتی خب این 5 جوره یعنی 6 جوره 7 جوره 8 9 جوره 2 جوره 13 جمله میشه جملهش 14 چی 4 دنش دخیتیه آره 4 دنه دخیتیه گل سیب نه 3 دنه گل سیب یک دنه شال لاجوردی آره ایش چیز خیلی رخته گفتی اون مکسته خالی کتاوه خالکتا و متری 500 چند گفتی را؟ متر 5.5 مو سودان دیگه باز مرادی مشتری‌ها دیگه که از کشورهای خارج چیز کنه فرمایش بده مو مراد مونه دیگه. درست. خب جانم مهدی را. این شلوار نداشت؟ نه. هیچ کدومش. خانم چیز. اندازه‌اش سیر یک داد نه؟ اندازه‌اش خودگانش اندازه گرفته را یک داد دیگه امور ما امروز اندازه جور بدیم. فقط امور پرنای گلسیب چه گفته که مثلا کم کلانتر بگیر ما یک نیم اینچ کلگیش کلانتر گرفتم که تا کم در ما از او خاطر بار کلانتر یاش کسته ناکوگه دیگه یاش ناکوگه تک میمودرم بس این کم تگوار میدیم دیگه خیلی خوب شاید مهدی اونمو دیگه چابک شونه که ما مروم خواه زختی نهش دیگه اون تو یک نیم ساعت دیگه فیکس جور میده 2 دقیقه من در دو خواه ساعت 3:30 بگه دیگه 3:30 دیگه اوماده جور ایش میده فقط دستگاه باره نرم کدام شالله جوردی رو میگه؟ اره به خدا بس واقعا مگه که یک رقم باشه رقم دیسکو گلی هم از دیسکو ان شاء الله زیاده خب آره مقصد اونش که در انگلیس رایگ دم ما اونش خیال اشتباه کوب کرده ما خود مدخیاتی دادم نهش اندازهش بخشید مو خوب دقیق تا یک نمود اندازهش خوب دقیق تشیم از مرو نه فیکس اندازهش میگیره باز رین باز این دستوار کدامش دکاش بوده فرمایش بده ان شاء الله چی رو هنلاره چی موره فرق نداره کلش از یک دکان بالا میشه آره بازم نمبر واتساپ استوم است از مورم اگه دکارش تگون پای ویدیو میزنم پای ویدیو دیم سه پس ایش شال رنگی سخله رنگی گلابی مگه اناری مگه بس کسا یک کس زهرا الهامه آها همی زهرا الهامه دیزاین های زیر زفتر مردم خوش میده خیلی زهرا الهامه پس دیزاینش هم در دیسکو گره ایشم کارش تمیزه خیلی تمیز کوک مونه کارشی از دیسکو فرق نمیشه با خوشی باشه انشالله سای بایشی یا دیگه این دولمان ما انشالله آره با خوشی باشه ده وقت خوشی بیرسه بخیره آره دیگه خوشی کنک نه ده 12-13 روز بعد دیگه انشالله یا کلا دولمانه بخیر اون دید مرسه دیگه بخیر آره دید انشالله مرسه دیگه همیا چند کیلوش ندن زفت میدی؟ یا روح جان شاید شونه گو 12 کیلو دیگه اینی دومنشه این دومنه این رنگی سخله گفتی؟ رنگ پیازی میگه یا سمندی بله دوستای عزیز دیگه واقعا که اینجی دست کسا بازونی یخن شده دیزاین میزنه دست کسا یخن هم یال رواش ده اگه او رو خواسته بخشیش فرمایش میده دوستای عزیز نگفتن هم نمیدی بسه گفته که جایزه استوره ما خودم مد نظر گرفتم دیگه باشد که اوش خیله خبر نداره خب دست کسا از این مزنر اگه دراز جور کنه یعنی یخنایش یخنای گراف میه خدا جداگانه دیگه جدای بسر یخن رو گرفتم شو باز یخنش رو چهارخانه کارش ده یک کسی از یخنای کامپیوتری دیزاین نوشته بس کسا دراز جور نه باز از یخن میزن کارشم خوب لای خوب واری شدن بخداشون دقت کده ما باشیم وظیفه دیگه چیز فرق کنه یا خیر تم کم یاد بگیر کمک تو یاد بگیر از موگ باشد میر ده یک روز ایلا پاکرچ بیتنی یا نتنی را در خانه بود روازم منه
خانه یار وزنی قشنگ ما به خاطر امضا خانم برم او گفتد واقعا دوابه خزیان شو بدی یک دفعه در خانه چه بود فقط شما در خانه پاکر می‌کنید نه ایتراست پاکر می‌کنه منج پاکر نمیتونی سلام خوب بخیر اره این شال دو منزله شال دو منزله ایش رنگ گلابی نه آی گلخوری گلخوری با این چای مای بخیر دوستای عزیز دیگه هم کس خیاطی رسید یاشی گل سیب نه یعنی پیرانای گل سیب شیخ جان چی لباسای بخوره ای اون بخشی از دختره که خورد چی گفته دیگه‌شی انداد را یعنی هم بخشی دختره که چطور شیخ چطور شی نام خدا آره واقعا که خوب لباسای دیگه چهار دنه 3 جوره ازی یعنی شام که است از خود چی خوب آره خیلی یس خود چیه آه. خیلی خوب او دیگهش نیه نه یا شلوارش آها آیا بخشی شلوار دختره دختر شلوار دیگه جور کنه سه چیز است دیگه نوبلا یا گل سیب میگه اوه میدی جان یا شام قط کو دیگه کمی آه این قد نمیگه بخشی پشت موتور بردم شام یا آره گرنگ نیه نشد ما باید باشیم سکیز خیلی خوب شمده بله آه به خدا میگم نزدیک خیلی خوب شمده یه دیزاین چارخانه جور که خیلی انتیک بله دوستای عزیز دیگه هر کدومشون لازم داشتین چی در میدی چی در مو پیام بدین دیگه ما در خدمت هستی من لباسا به سفارش بیننده به نظرم واو جشن ماشین دریق در لباس خواسته یا نه شاید بخشی عید تلبیسته شاید الله جان شاید دیگه عید قربان نزدیکه نه هر مراسم داره انشالله بخوشی استفاده کنه علیکم آماده شده دیگه این لباسا البته که 3 دنش نیوشی چند دنش نیوشی یک دنه یک دنش راستی یک دنش دخیاتیه یعنی شالای شش الله جان خب شش دیگه یعنی شال کچش لاجوردی باز یک دنش دخیاتی ازی خب سه یعنی از دخترشه یعنی هم از دیگه دختر زهرا الهام والا یعنی هم دو جوره شش خب دو دونه شال کتاو اینیش هم که است جالی کتاو خالی کتاو باز اینیش هم که است 8 متر چی گل سیب گفتن توی را 4 متر زکش جایش ناکوگه دیگه یا ناکوگه بخش دوستای گفته کاره دیگه باز اینی هم 3 جوره گل سیبی جور کدیش دیگه بله درست خب فاکتورش نوشته دیگه دیگه این فاکتور دیگه خب درسته 20000 20290 جملهش سعید در تخفیف دیگه ان شاء الله جور باشه خب میارم چیک بین پلاستیک تاکن دوستای عزیز دیگه همه چیز از لحاظ لباس اینجا هست دیگه ترقل هستم دیگه جایشون خالیه و خدا چشتم خوب خوردم قسمی که تماشا کردین کسی با ما هم زنجیر رفتم طرف خجور دوباره لباسا رو گرفتم آوردم دیگه پشت موتور طرف خانه برون دیگه باشد که باید پسن آبی مزید قرار میگیره نمیگیره واقعا قدر خوشم ده که تو بر بازند آبی خزا نشان بدی یعنی من منطقه سعید عزیز دیگه جور باشید رحمان رحیم دوستای عزیز قسمی که تماشا کردین من رفتم وجود لباسا را گرفتم آوردم دیگه ناز خانه رستم دیگه آبی مزید یک سلام داشتش خدمت همهشون باز لباسا را واز نکی آقایم چی لباسا خواسته خب دوستای عزیز سلام خدا نجور باشین وقت خوش باشین خوش آمدین در برنامه امروزی مکر خلا جان سودار از حضور آورده که زفتی میره سایل کنی پس بستک نی شما سایل کن که هر کدومشون در کارشون بود میزل رو خلا جان رو بوکن که بلدهشون بیره واس کنم دیگه بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم بچه قدم میگه که یعنی هیچ کس نه بوگی مزی اکثر خب واس کنم چیزی یعنی هر کس خود من آقای گفته جاکت چی لاچشی همه چی میشه بعد پاکش برا کن پاکت چی واز نه بستک نمیتونی میشه است کشی آره جاکت داد قشنگ جاکت ایش سلکس خود گل میده گفت رنگ گرفت من رنگ گرفت این خوش خوش تر کنید نه جوانانه یا جوانانه جوانانه جوان بود قدم میکنه یک دونه خب دیگه مایی ده اصل دیگه پلاستیک شد سگ بخون چه بود نمون من من هم بود
از دکان عباس کردم خب خلاصیدم گلان رو دلو فیلم دادم این چادر 3 منزله خب دو دونه یک دو منزله 3 منزله یک کلاس کنم ایش دونه 300 خریدم خب چادر قای شلوار مستیم چادر دونه 300 میارزم یا بای مکسی است سیستی من کتیه دیگه و خطو مراعات کردم دکان سر دیگه مکسیه تو خوب سر کن که میشه گمیاش را موقع خوش بده البته گفته خود خوش بده انا قدمش نکنه شلوار 3 منزله 3 منزله ایش من دادم پس همون پاکت بدین میگه 3 منزله ایشم شلوار 3 منزله خب سر کن دست پاکی البته یا کستا ماشینیه بس بنت منزل بلد نی خب ما تصنیت دیگه برنن یعنیش کستا یک شلوار کتاودارش را ما هذا سنش كان زفت فقط نمطا زفت فقط نم یعنیش کستا شلوار بستوگ نیه سكوغا سكوغا كتاودرا یعنی را میر خلاصه گرفت مشکل سلقه خودت میلی ما ایشم دیگه ایشی چند میارزمی دست که یک ودا کن دست 3000 بود 3000 زیاد از داخلش داشت ما در 1800 گرفتم میذاره دیگه باشه دیگه یعنی چادرای جیفون کسته بدون نگین یک رنگ گلابی یک دیگه شم رنگ چیز دانه 500 روپیه که میشه آردیش یک داره من 600 نفر نراحت کرد 600 من دست سال کن کشتیش خود قشنگ خود آدم شینه کنه آقای خود کشتی بله دوستای عزیز یعنی شم ایش از خود میه بلده مکتب گفتم سر که دفعه خوشت میره یک دفعه سر کنم کلی مکتبی دانه چندیه؟ دانه 50 آبی میرست دانه 30 چیز بازی میگه دوستای عزیز یعنی شم که خود نجاید از دخو سامزو نه خود نخوشت میگه نگرم ما قدم سنگه رخشم رخ کنشه اینیم کسته یک دونه شالی چیز بلدی از تو توفا گرفته تا جایزه دیده خب یک دونه رو گیره البته ناکا گفته ببر خلاصه خوش نما دیگرم خوش نه اوشتایش نگو گلقه نکتا گنیر ببر ناکا که کوشت خود که آبیت اندازه شید خوش شید و نیاردو جایزه دیده میدید واسه اینیش کسته همه روغه لنگ راجوردیش آخر دفعه کاف کلده دخترشه خب؟ اوه بعد از او چین کاف کدنه دیگه آدمش نیکنه آقای دیگه دفعه دیگه سا قدمش نیکنه دیگه یعنی شم شالش شهید دو منزلش خب؟ توی ماشین نیش همید منزله قشنگه متوجه سر دیگه یعنی شم کسته امروی خب؟ مستاق خواست من خواهد لازم بلدش میره قرار چنو زلدو علیکم سلام من دانشی ایش هم شیشهیه نه؟ اردوش یک مدل ایش دیگه نقشه آردیش یک مدل قدم کنه دو دونه ایش هم امزیه یعنی شم کسته ایش هم امزیه ایش هم امزیه بستا گلخاری راست میگه بسال که آخر فاکتر شد یعنیش کسته شالی زهرا الهامه خود در تصویرشو بدید زرایل خان که گفته ایشم پیش خوب شه ایشم یا ایش که است شیشیش قدیس کوکشته یا ایش که است کامپیوتریه نه؟ دوستای عزیز یعنی میگم دیگه شی ایشم لاجوردیه نه؟ ایشم لاجوردی کسان کلش کوگانه یعنی شم کسته یک دیگه کلش یک رنگه ایشم که دوستای عزیز خوب نقشه دیگه نقش قشنگه که کار بدم و در خدمتیم اینش یک دونه خلکتاو یا جالکتاو میگه خلکتاو میگه دیگه سردامان کسان این سردامان دیگه می درست بود دارم یعنی شم یک دونه دو دامونه خلکتاو نه نه دو دامونه پیازی پیازی میگه خب این شم از دیگه نه این شم از دو دامونه یک متر 180 توی ما گرفتم متر 200 دیگه 200 مشازی کوچه دیگه اینی شم خود آقای گفته اینیش 4 متر یک رنگ ما میمانی درم باشم دیگه اینی نه ماشین اینو کو برام نه وطنیه پیرگویا خب اینی دیگه رنگ 4 متر خب اینی مردش گلسه نه دیگه گلسه اینی دو دونه پیران گلسه به دوستان عزیز اینش کوکده اینی سیکایش خیلی قیمت شد خانم سیکای از قد دیگه افتاده خانم سیکش سیکای قشنگ گفته نه به مختامنم یه بیا شد کنی
دستای عزیز یعنی دیگه خلقتاو کلیگش یک رای کسانی ایاش کست ما خود نیم دودن دختر میاد دیگه من گفته دیگه اینشان دیگه ماسی خوش پسند دیگه گفته که دیدم که دیره یار کسی بگه سه ازی چهار پنج این حال من آجای بودم مجموعی حساب کنم یعنی یک دنه دو 11 12 13 14 نه مثلا ما خود بلده داشته حساب کنیم یک دسته یعنی دو دنه یعنی 3 دنه 4 دنه این 5 دنه یعنی 5 دنه 6 دنه یعنی 8 دنه پیرگو 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 خب 21 دنه میشه دیگه قدی لارتا و 14 مادر جاکت 22 دنه یعنی شکست دستا ولی آقایم جایزه دیده یعنی کوگل البته نه خدام داغایی که خوش بود یعنی ولی استو خواست طرفی کی یعنی شم کس خواست والا های در مرسته چهش بدارم هیدا بدارم من ایا نور پامنش بیدیم یک جورا دودم نه پلاستیک بیدیم یک اکسا توشم که است البته اینیش خردن فاکتور ندیده خواهی اینی دیگه دیده شال شیشه‌ای زنانه 2 جوره میشه 6600 تا شال شیشه‌ای دخترانه 1 جوره 2000 شال خامکی زنانه 2 جوره 3000 شال زهرا الهام 1 جوره 1250 افغانی شال شیشه دخترانه خامکی 1 جوره 900 خلکتاو 1 جوره 1850 روپیه تو دیگه دو دانه دو دامنه 2 جوره 1480 روپیه پیرانی گلیسیب 18 متر 3210 افغانی دونش 20000 روپیه دیگه 20000 دیگه 3000 نیشته خب 3000 میشه 23000 خب 3000 1000 جا کات شده میشه 23 24000 1000 دیگه میشه کاشته میشه 25 26000 دیگه کارگانش هم خلاصه ما که امروز رفتیم سر گوجه میگرفتیم خدا عزیز دیگه تشکر تویدم همراه با ما بودین دیگه صحت سلامت همگی شما آرزوی موفقیت دارم بازم اگه در کارتون بود اگه ما در خدمت هستیم